دو تا خبر خوب دارم برای طرفدارای پروتوتایپ. اولیش این که قرار بود پروتوتایپ 1 و پروتوتایپ 2 ریمستر بشن، ولی بعد یه مدت این خبر ریمستریه حذف شد و تبدیل شد به خبر ریمیک پروتوتایپ 1 و احتمالاً بعد اون پشت سرش پروتوتایپ 2 ریمیک میشه. و خبر خوب دومم اینه که قرار پروتوتایپ 3 رو تجربه کنیم با حضور مجدد الکس مرسر. وای پسر، چقدر دلم برای این شخصیت تنگ شده بود. یکی از بهترین شخصیت ها. یه شخصیت خفن با کلی قدرت‌های باحال و سوپر هیرویی که هر کاری شما دلتون می‌خواست میتونستید انجام بدید. کشتن آدما، کشتن پلیسا، کشتن اونایی که ویروسی شدن. یعنی شما همه جوره تو این بازی آزادید. پارکور زیبا، هیجان بالا، اوپن ورلد بودنش، آپگرید کردن شخصیتش. یعنی شما فضا رو ببینید. چقدر این شخصیت خوبه. شما فکر کن پروتوتایپ 3 دوباره الکس مرسر. وای پسر، چقدر دلم برای این هیجان تنگ شده بود. ای جان بچه‌ها، فکر کنم خیلیاتون با این بازی خاطره دارید. یکی از اون بازیای باحال و خاطره ساز بود قشنگ. وای وای وای. پروتوتایپ 3 با الکس مرسر. بچه‌ها حتما نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. جیگرتون رو.